شریک برنامه ما هستند شرکت داروسازی صاف سودا. اگر شما خود را فربه یا خراب کردن خواهید و یا موی سر شما میریزد و یا در بدن خود سفید شوی را احساس میکنید، پس به شرکت صاف سودا مراجعه کنید. دیروز در تمام شبکه‌های اجتماعی نوار پخش گردید که برادران این صورت‌ها را شما نگاه کنید. این ما از درون قبرستان یافتیم، روی کردیم. صورت برادر ضیاءالدین نورزاد بوده. در این صورت اهل عائله شای کدام اینا بوده برادر شای که در این صورت ها در این کوکلت سوزن زدگی در دل و دهان و چشمشون در این صورت برادری ضیاءالدین در چشماش زدگی، در دلش زدگی، در این همه سوزن زدگی در چشم و دهانشون، در دلشون. این ایش با ای بستگی، ایش با ای بستگی، همه قلف و چی کرد. این صورت دیگه شدن در چشماش سوزن زدگی، در دهانش و در همه قضوی چیزش. همه را از روی نمی قبر یافتیم. ما ای را هوی کرده به خاطر همین شخص خیلی همه هوی میکنیم میپرتاییم. ای را ما هوی کردستیم، میانبند یا بستیم، سر و پا کردیم، سر ایشا پرن، سر کلپا بستگیم. ای را ما هوی میکنیم به خاطر الله که برادری مسلمان در عذاب گرفتار نشود. این همی را ما به خاطر الله هوی میکنیم. همی را سوزنها را از چشماشون میگیریم، همی را میپرتیم. همین کس بدونه که دشمنش همطوری کار میکرده، خود ای کدام جهت باشه نزدیکان شاید دوست این همطوری کارا کرده. این همی سوزنها در دلا زدگی، این چندین سوزنها زدگی، ای طرف چپ و راست هم همی سوزن قریب این 4 تا 6 تا 8 سوزن در یک تاش زدگی، در دیگرش هم سوزن زدگی. هر یک کدام یاده 8 تا 7 تا سوزن زدگی در دل و در چیزاشون. اینا در صورتش، در چشماش زدگی، در دهنش، در دلش، در همه گفت بدنش. اینا ایش هم خود آیلش کدامی باشه، اینا در چشماش و در دهناش. ما همه را به خاطر الله که برادر مسلمان در همه چیزا گرفتار نشود. اینا این صورتاش هم شما نگاه کنین که همه صورتها را در چشم و دهانشون را سوزن زدگی، در دلاشون زدگی هم. نیست یگان صورتی که این کدام برادرش باشه، کدامش باشه در چشم بینی هم دهانشون زدگی هم. این اینجا با یک صورت دیگه ایش هم در کدامش باشه، ایش هم چشماش را زدگی، دهانشون زدگی. در این همی کوکلای چیه لفته، این همه دا یفتگی دوتگی تا 7 و 8 تا سوزن زدگی هم در دلاشون. این همه را ما به خاطر الله که برادر مسلمان در همه چیز دچار نشود، این همه را هوی میکنیم میپرتاییم. این اینجا قلفش هست، قلف هم بستگی هست، این قلف هم میشکنیم که همین شخص موخاکی چیزی هست. قبرستان آمدیم که ای پیشمان همین دوری گور قبر همین برآمد. ما همین دیدیم که همین برادر را شناختیم، ضیاءالدین نورزاده. به خاطر الله همین کردیم که همین چی نشد. با گفته شخص نواربردار، عکس‌های ضیاءالدین با لختک‌های بدنشان با سوزن شکاف شده یکجای در زیر خاک قبرستان پنهان کرده شده بود. ضیاءالدین نورزاد بعد دیدن این نوار به قول به شوک افتاد و به خبرنگاران چنین شهر داده است: هیچ وقت نکوشیدم شیشه دل را بشکنم و لانه موری را خراب سازم، ولی اهل خرافات نیستم. اما دلم از آدم و عالم ماند، نمیدانم پای کی را بگیرم.
و کی را گناهگار سازم. تنها کسی را که این عمل را انجام داده به دست خدای یکتا می سپارم و آنهایی که عکسشان در میانه هست از من نرنجند، بهترش از خیش درک دهند. این نوار ویدیویی را به ضیاءالدین نورزاد، یکی از مخلصان ثوابجویش که خود را محی‌الدین نام برده است، فرستاده است. جادوگر و دشمن اصلی ضیاءالدین کیست تا حال کسی نمی‌داند، اما هنرمند کوشش می‌کند تا او را هر چه زودتر پیدا کند. در این باره در سامانه‌های اجتماعی، سامانه اویل تیجی، اخبارکام و پریس تیجی معلومات داده است. اوید به این مسئله اکثر هنرمندان، روزنامه‌نگاران و مخلصان ضیاءالدین نورزاد در کامنتاری ها نوشتند و او را دلبرداری کردند که دل آزرده نشود. از جمله روزنامه‌نگار و آوازخوان شناخته انزورت نظرزاده نوشته است: از روزی که ضیاءالدین را شناختم دائما شوخ و بی‌کینه و مردی با ننگ و پناموس است و به کسی غرض یا خصومت ندارد. بگذار به غضب خدا گرفتار شود همان جادوگر. لیکن یک چیز شبهناک است: لختک ها و صورت ها به چند وقت تگ خاک ماندگی مانند نیستند، آنها تازه و بی‌غبار می نمایند.